اوکی دوستان، این جایی که درایور ما رو تعمیر کردیم اولش با 45 اینو میذاریم خوش بشه و بعد میریم سراغش. خب سلام دوستان، دقت کنید اینجا از این مشای پلاستیکی خورده، فایبر مش. الان هم میخوایم روش بتونه بزنیم. توضیح نمیدی؟ توضیح خب آره دیگه. الان داریم یه کد بتونه زدیم، یه دست میگن به فارسی. آره یه دست الان بتونه زدیم اینجا. خب خوش بشه تا یه دست دیگه بزنیم. فعلا دست درد نکنه. اوکی. خب دوستان این فایبر مشمونه. الان اون قسمتی که دوتا درایی بالا به هم وصل شد و مش میزنیم. نگاه کنه درز دو طرف رو باید بگیره. الان یکی دیگه اینجا، بالا به پایین. اونجایی که درایوال وصل میشه به همدیگه مش میخوره که جلوگیری بشه از ترک خوردن. تمام. حالا نشون میخوام یه کد بتونه بزنم، یه دست. خب این هی بتونه که میزنید کم کم نگران نباشید. اینو باید بزرگ بشه تا شروع کنیم که این گم بشه. یکی دو دست که میخوره شروع میشه گم کردن. اول کناره ها رو آروم میگیرید، بعد آروم پاک میکنه اضافه شد.